بعضی کسا شاید حیران مانه که نه شاید در این نظام تنها رأس کرزه یا افراد کسایی که برزوم اعضای کابینیش اینا حکم کفر میگیرن، اما بقیه کسایی که جنود و عساکر اینا هستن نه. ببین قرآن به الفاظ واضح در ارتباط به فرعون صحبت میکنه. فرعون ان فرعون و حامان و جنودهما كانوا خاطئین. فرعون و حامان و جنود عساکرش خاطی بودن، خطاکار بودن. یعنی در این محل شاید به این است که یک مشترک خاطی و فساد که از اینا صدد هم حکم اینا را در بر میگیره، هم فرعون هم حامان و جنودشان. و فرعون ذی الاوتاد، فرعون که صاحب چی بود؟ صاحب جنود بود. فاستخف قوم فتعوه انهم كانوا قوم فاسقين. قوم خود احمق ساخت، قومشان از پیروی کردن، از فرعون پیروی کردن و حکم سریق و کنا قوم فاسق و معصیتکاری بودن. پس این حکم مشترک است. وقتی که ما رأس نظام مشاهده، رأس نظام بدون عسکر معنا نداره اصلا. شما چی فکر میکنید در افغانستان تنها یک رسمی بود با اعضای کابینیش؟ در افغانستان چی کردن میدونستن؟ اینا مردم تعقیب میکردن، اینا تمام ارگانهای کشور رو پیش میبردن؟ نه. وقتی که ما میگیم نظام به این معنی که متشکل از افراد میباشه، متشکل از دستگاه‌های مختلف، ارگان‌های مختلف میباشه که در هر جای افراد در این چی میشن؟ جابجا میشن که کاروان اینا باید روان بسازن. پس این نظام مشاهده میکنیم که بخش از این نظام که است در موالات با کفار قرار گرفتن، گفتیم وزارت داخله، وزارت دفاع و استخبارات اینا باشه، و جواسیس. و بخش دیگه ما شما مشاهده میکنیم که اینا حکم بغیر ما انزل الله قرار دادن، مثل وزارت عدلیه فکر در حکم بغیر ما انزل الله هست. ما تعجب میکنم از علمای سو که در فتاوای قلابی برای مردم میدن که گویا بودن شما در این ارگان‌ها کس اینا همه به اسلام مفید واقع میشه، یا مطلقاً اشکال داری وجود نداره. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث کتابانی روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط با او امرا صحبت میکنه که مردم ظالم هستند اما مردم کافر نیستند. و صحبت میکنه که در آینده امرای سفاک و خونخوار میان حاکم میشن بر شما، علمای ظالم حاکم میشن. ببین کافر نیستن، حالا مردم ظالم هستند. اگر کسی از شما در هیتو موقعیت قرار گرفت، هیتو نظاما را دریافت، در روز زمانه پیدا شد و بود، پس او متوجه باشه که وظایف باید نگیره. چی وظایف نگیره؟ لا تکونن عریفا. عریف باید نباشه. عریف به معنی کسی که نقطه وصل میان مردم و میان چی است و میان حکومت است. حکومت مثل کسی در یک منطقه وکیل مثلا میشه که نقطه وصل جور میشه. دوم لا تکونن بریدا. برید در مقصد از سفیر است که سفیر از نظام باید نشه. سوم لا تکونن شرطیا. شرطی و پلیس از نظام باید نشه. لا تکونن جابیا. جابی کسی که جبایا میکنه، مال جمع‌آوری میکنه، مال جمع‌آوری. لا تکونن خازنا. خازن نباشه، این وزارت مالیه قرار بگیره. متوجه باشین که 5 وظیفه را که رسول صلی الله علیه و سلم از این منع کرده که مؤمن به این نزدیک شود. این در سایر نظامی است که با کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و حکم میکنه و فیصله میکنه. حدود اسلامی را چی است؟ اقامه میکنه. سرحدات اسلامی حفظ است. به جهاد مردم میفرسته. خب انسان ظالمی است، حکومت ظالمی هستند. چون به خاطر این 5 موقعیت که است در این خواه در این مورد ظلم است. در حکومت ظلم این 5 جا مورد ظلم است. مالیه جمع‌آوری کردن، در رأس خزانه قرار گرفتن، پلیس شدن، سفیر شدن، اینا همه ادارت به این میکنه کسی که نقطه وصل میان مردم میان حکومت نباشه که اینا مورد ظلم است. پس انسان متقی وقتی تقوا را اختیار میکنه از هم چه وظایف چی میشه دور میباشه. پس چگونه میشه در نظامی که نظام کفر است؟ الله صلی الله در حدیث عباده بن صامت حدیث مسلم است، این به صراحت بیان میکنه که شما تا وقتی با حکامتان نجنگین تا که از اینا کفر بواح صادر نشده باشه و انکم من الله فیه برهان، نه شما برهان باشه و برهان واضح است. در روایت دیگه امام نووی رحمه الله اشاره میکنه معصیت بواح. پس ما این کفر بواح را ما در این نظام و در دیگه نظام ها، همه نظام ها به وجه نظام فعلی افغانستان ما را مشاهده فعلا میکنیم. کفر بواح ببینید که صلیبی ها در افغانستان هستند، در هر جای گشت و گذار دارن، حاکم در افغانستان اینا هستند، پایگاه تمام از اینها است. پیمان ناتو را مشاهده میکنیم افعالش در افغانستان هستند. احزاب کفری را مشاهده میکنیم در افغانستان فعالیت دارن. فساد را مشاهده میکنیم، فساد مقنن که در پرده های تلویزیون، در صفحات رادیو میشنویم، در پرده های تلویزیون را مشاهده میکنیم. فساد اخلاقی را مشاهده میکنیم، فساد اقتصادی را مشاهده میکنیم. در همه بخش‌های زندگی همه ناشی از فسادی است. طاغوت کفر در افغانستان حاکم است. پس بنابراین این نظام که است نظام کفری است. هر کسی از نظام دفاع میکنه، چی قولی و عملی باشه نظام دفاع کنه، این بدون شک کسی در موالات با نظام چی است واقعی است. بس بر حذر باشه کسی که در این نظام است. اگر کسی به این است که ما آخرت خود میخوایم که از رحمت الله عز وجل در روز آخرت محروم نشم، پس باید متمسک به کتاب الله شوه
و بزرگترین فرصت و بدون کدام درنگ توقفی بایدی نظام باید ترک و کفر باید ترک کنه و در دایره اسلام چکنه داخل شه و بیزاری خود از این نظام اعلان کنه. و چی بهتر میشه که در صف جهاد قرار بگیره در پهلوی مجاهدین که یک واجب عینی است متوجه هر فرد مسلمان است و علیه این نظام چی کنه شمشیر بگیره. ما از طرف الله مکلف هستیم که علیه نظام باید بجنگیم، در حالی که مشاهده میکنیم که مردم در این نظام در دستگاه هستن. خب ببینیم شما فتاوای دیروزی که در وقتی که روسا افغانستان اشغال کرد چی فتاوا بود؟ و فتاوایی بود که شما مشاهده میکنین که کسایی که در نظام کار میکردن حکم تکفیری صادر شده بود که نه مردم کفار هستند در اونجا کسایی که در نظام در دستگاه هستند حتی بدون تفریق. خب چطور میشه که دیروز این فتوا صادر میشه و امروز چون امیر عالی جنابه دیروز این فتوا را میدادن در این نظام قرار گرفتن، در این دستگاه قرار گرفتن، نقش کلیدی در این نظام بازی میکنن، امروز فتوا چی است؟ تغییر پیدا میکنه. امروز کفر به اسلام تبدیل میشه و اسلام امروز به کفر تبدیل میشه. قهرمان دیروزی امروز به دهشت افغان و به تروریست تبدیل میشه. آیا عجیب نیست فتوایتان؟ در یک از روایتی که در مستدرک حاکم آمده یک صحابی به صحابی دیگه میگه که اوصینی مرا توصیه کو، میگه ایاک و التلون فی دین الله، برتوس در دین الله عزوجل تلون نکنی، به این معنی که فتاوای رنگارنگ کارهای رنگارنگ نکنی، در جای یک کار کنی در جای دیگه مخالف کار کنی، در جای یک فتوا بتی در جای دیگه فتوای دیگه بتی. این ما فعلا مشاهده میکنیم. این متقنی این مسئله با اون مسئله مرتبط نیست که فتوا در جای دیگه تغییر پیدا میکنه. اگر تغییر پیدا میکنه او نظر به ضوابط فتوا هست. ما فعلا مطلقاً در این مورد مطلقاً نیستیم. ما در مورد هستیم که مطلقاً بر ما میخوان احکام اسلام رو واروانه بر ما جلوه بدن. نظام افغانستان، نظامی که در افغانستان حاکم است نظام کفر است. به الفاظ واضح بیان میکنه نظام کفر است. کسایی که در نظام از رأس شروع میشه تا به اعضای کابینه، اینا همه کس همین دستگاه حاکمی هستند در این نظام، متنفذین در این حکومت هستند. با اعضای پارلمان و رئیس جرگه ولو که مدعی باشن که ما را ملت انتخاب کرده. این تماما درامه‌ای بود، تماما که سوژهش امریکایا ساخته بودن با نظام دموکراسی. اسلام مطلقاً مخالف است، ما با نظام دموکراسی مخالف هستیم و اسلام الهام گرفتیم و همه چیزایی که در نظام دموکراسی سرچشمه میگیره مطلقاً ما با اون چی هستیم مخالف هستیم، چون اسلام با چیز مخالف است. پس این نظام کفری است. وقتی که ما اطلاق حکم کفر میکنیم، اطلاق حکم کفر بالای افراد میکنیم، بالای چوب درخت و تانک و تو مردم نمیکنیم، بالای افراد میکنیم، بالای افراد. و این همیشه کنه که متوجه باشه که در قسمت ارتداد، وقتی که ارتداد به شکل فردی می باشه، به شکل فردی رخ میده، این به نام ارتداد ردی مخففه میگن. کسی از او رکن ارکان اسلام انکار میکنه در حالی که نه حزب را تشکیل میده، نه به دار حربی فرار میکنه، در یک نظام کفری میره پناه میبره علیه امت اسلامی. در این حالت کسی شخصش فردی است، مورد استتابت ردیش قرار میگیره که توبه کرد خوب، اگر نکرد علی صلی الله علیه و آله بدل دین فقتلوه، کسی دین تبدیل به قتل برسن. اما کسانی که ارتداد کردن، حاصل دین خود بریدن، با اسلام بریدن، در صف غیر اسلام استاد شدن، اینا مطلقاً استتابت اینا واجب نیست، بلکه در باب استحباب اینا داخل نمیشن. اینا کسایی هستند که علیه الله و رسول تحزب کردن، جمع شدن علیه الله و رسول صلی الله علیه و سلم. ببینین مخاطب مامی علمای سوء است که اینا بدانن و هو جوانای است، هو کسایی است که اینا در این نظام قرار گرفتن به فتاوای قلابی. اینا بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم خیلی عرب ها مرتد شدن، ادعای دعوای نبوت کردن، کسایی از اینا پیروی کردن. از جمله کسایی که علیه نظام اسلامی قیام کردن کیا بودن؟ کسانی بودن که قبیله بود، افرادی بودن که امتناع از زکات کردن، تنها زکات به ابوبکر رضی الله عنه نپرداختن. چرا نپرداختن؟ اونا به این بودن که آیه مبارکه خذ من اموالهم صدقه، مخاطب از رسول صلی الله علیه و سلم است که از اینا صدقه بگیر. پس مخاطب کی است؟ رسول صلی الله علیه و سلم است، نه ابوبکر صدیق. چرا؟ وظیفه تطهیر تطهرهم بها، وظیفه تطهیر و پاکیزه کردن کسی وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم، نه وظیفه ابوبکر صدیق. وقتی ابوبکر صدیق حوال رسید که اینطور افراد رو اجتماع کردن زکات نمیپردازن، میگن ابوبکر مستحق از زکات نیست. ابوبکر صدیق گفت والله ما می جنگم با کسی که بین زکات و بین نماز فرق قائل باشه. یعنی میگم کسی که نماز نخونه با اون می جنگم، که اگر زکات نپرده با من می جنگم. گفت اگر زانوبند رو بر سلام میپرده برای من ندهن، ما با اونا می جنگم. ببینید جنگ صورت گرفت. اینا تنها زکات نپرداخته بودن، به الله و رسول ایمان داشتن، به قرآن ایمان داشتن، به جهاد ایمان داشتن،
نماز میخواندن، روزه میگرفتن، حج میکردن. رسول الله صلی دیده بودن، قوانین غربی رو حاکم نساخته بودن، با رومیا و فارسیا هم پیمان نشده بودن. فقط زکات به خلیفه مسلمانان پر، در حالی که ثابت است در روایت که زکات میان یکدیگر تقسیم کرده بودن. وقتی که ابوبکر با اینا میجنگه رضی الله تعالی عنه، با اینا معامله مرتدین میکنه، اینا را به قتل میرسانه، مالشان غنیمت میگیره، زنهایشان کنیز میگیره. وقتی که دوباره من صلح به ابوبکر صدیق پیشنهاد میکنن، ابوبکر برشان میگه که اقرار کنین که قتلای شما، کشتهای شما در دوزخ است و کشتهای ما در جنت است. و این به این چی میکنن؟ اقرار به این میکنن، به این اقرار میکنن. حتی در روایت ابن شیبه رحمه الله که از صحابه نقل قول میشه که لولا ابوبکر لکفرنا، اگر ابوبکر نبود ما کافر میشدیم. و یه ابوبکر مشاهده میکنیم که صدیق قضی امته که با اینا چی نوع معامله انجام داد. حتی بعضی را از کو انداخت، هدیه را با آتش زد، هدیه را با چاه انداخت، زنده در چاه انداخت، در اونجا باید وفات کنن ببینن. ببین این سیرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چیست؟ با اینا بود، با اینا. حتی در روایت میگه خالد بن ولید با کسی به نام مجا وقتی که ملاقات میشه در راه، مجا برش میگه که من با اینا نبودم، من با اینا نبودم. خالد برش میگه تو با اینا نبودی، اما چرا میگه تو اظهار نکردی نبودنت؟ چرا علیشان اقدام نکردی؟ بلکه رضایت، سکوت دلالت بر رضایت تو میکنه. چرا تو جهر اعلان نکردی مثل که فلان 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 چه کرد اعلان کرد؟ این معامله مرتد کرده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. پس این مشاهده کنیم که امروز این نظام که است، این نظام اگر مشاهده کنیم بیایم میره مقایسه کنیم با کسانی که در عهد ابوبکر صدیق تنها زکات امتناع کردن، تنها زکات امتناع کرده بودن و اون به تعویل امتناع کرده بودن. امروز این نظام مشاهده میکنیم که از ابواب زیاده چی شده؟ از اسلام بیرون شده. پس ما به هستیم به فرد که به این نظام هستن، به این متوجه باشیم که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخوریم. یک، و متوجه باشیم که دین خدا، آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردن. این کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشون و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن. اینا را متوجه باشین که با آخرتتان بازیچی از این مردم قرار ندین. بیدار شوین و از این نظام بیرون شوین، زیرا در آخرت فقط دو منزل بر تو است. در حدیث رسول ثابت است که وقتی که انسان وفات میکنه در قبر گذاشته میشه، برای انسان اگر جنتی و بهشتی باشه میگه با طرف چپ نظر، وقتی طرف چپ نظر میکنه میگه های بنی آدم، میبینه که در اونجا آتش است، خانه مالامال از آتش است. میگه این آتش مشاهده میکنی خانه را، میگه این منزل تو بود در جهنم. خاطر الله عزوجل میگه نجات داد. آره میگه با طرف راستت بنگر، طرف راست مشاهده میکنه، باغ زیبا رو مشاهده میکنه، گلها رو مشاهده میکنه، جای سرسبز و شاداب رو مشاهده میکنه، خوشحال میشه، میگه این منزل تو در جنت است. الله میگه بر تو مهربانی کرد، رحمت شامل کرد، تو رو به تو میگه به داخل شو. و برعکس اگر کسی انسان جهنمی و دوزخی باشه، اولی منزل برش داده نمیشه، منزلش در جنت. برش گفته میشه که الله تو را از این نعمت محروم کرد، آل مشاهده کنه در جهنم. پس این حدیث رسول صلی الله علیه و آله است که در این انسان از خود خانه در جنت، خانه در جهنم داره، جایگاه در جهنم و جایگاه در جنت داره. پس آل اختیار با تو است که تو خود اختیار کن. و این هم باید متوجه باشی کسایی که در این نظام کار میکنن، در هر شعبه‌ای که باشه، بخشایی که باشه، که این نظام این خوب متوجه باشین که این نظام بر تو مطلقاً مفید واقع شده نمیتونه و هیچ وقت خدا برای بازی نتی که جهل ما بر ما عذر شده نمیتونه، تاویل ما بر ما عذر شده نمیتونه، در جستجوی رزق روزی به خاطر اولاد بر تو عذر شده نمیتونه. نه، مطلقاً بر تو. و اینم بین باشه که اسلام اگر نماز روزه را گرفتی، نماز را خواندی و به حج رفتی، گویا که اسلام در این مختصر شده. نه، کسی که اصل و اساس و تهداب اسلامی نداشته باشه، کسی که ولا و دوستیش با الله و رسول صلی الله علیه و نبوده باشه، کسی که در نظام کفری قرار بگیره، من کثر سواد قوم فمنهم، روایت بخاری است، کسی که سیل لشکر قوم را زیاد میکنه از آن هاست.